با سلام. در این بخش تمام لوازم یدکی سیستم قرار دارند. برای ورود به قسمت انبار، هر آیتم کافیه روی گزینه مربوطه کلیک کنید تا وارد بخش مدیریت انبار شوید. در این سیستم میتونید بی نهایت انبار مختلف تعریف کنید و موجودی هر آیتم در هر انبار به صورت جداگانه ثبت میشه. حتی میتونید برای هر آیتم آلارم تنظیم کنید. به این صورت که وقتی موجودی به حداقل تعریف شده رسید، سیستم به شما هشدار میده تا انبار رو شارژ کنید. و اگر موجودی از حد اکثر مجاز بیشتر شد، اطلاع میده که انبار بیش از حد پر شده. از اونجا که تکنسین ها ممکنه در هنگام تعمیرات برای ساکنین فاکتور صادر کنند، شما میتونید مشخص کنید که آیا اجازه دارن حتی وقتی موجودی صفر فاکتور صادر کنند یا فقط در صورت وجود موجودی واقعی بتونن فاکتور بزنن. برای افزودن آیتم جدید میتونید بارکد اختصاصی مجموعه خود رو وارد کنید. همچنین امکان دسته‌بندی، تگ‌گذاری و محدودسازی دسترسی هم وجود داره. مثلا میتونید مشخص کنید که فقط تکنسین‌های خاص یا تیم مشخصی مثل تیم مکانیکال به این آیتم دسترسی داشته باشن. حتی میتونید استفاده از بعضی قطعات رو فقط برای مخاطبین خاص، مثلا ساکنین VIP محدود کنید. با تعیین وندور مربوطه، سیستم میتونه به صورت خودکار هنگام کاهش موجودی تا حداقل تعریف شده برای همون وندور ایمیل ارسال کنه و از او پیش فاکتور بخواد. علاوه بر این، میتونید مدارک و تصاویر مربوط به هر آیتم رو هم در سیستم آپلود کنید. در نهایت تکنسین ها هنگام انجام تعمیرات و نگهداری میتونن به راحتی از این آیتم ها استفاده کرده و در فاکتورهای خود ثبتشون کنه. اگر سوالی داشتید میتوانید در کامنت ها بپرسید. تیم پشتیبانی در سریعترین زمان پاسخ شما را خواهد داد.